روزگار به شدت مزخرفی شده. توی تهران دو تا دختر با هم دعواشون میشه. یکی از دخترها با چند تا پسر میفتن به جون اون یکی و با کشیدن مو، فوش و بد و بیرا حسابی خارش میکنن، اما ماجرا همینجا تموم نمیشه. دختر کتک خورده هم کوتاه نمیاد و زنگ میزنه به دوستای پسرش. وقتی دوستای پسرش میرسن، دختره رو توی پارک روی صندلی بغل دوست پسرش گیر میارن. اونا هم اولش توی مشنپا میشاشن و سمت دختر پرت میکنن. خیلی جالبه، دوست پسرش هم از دوست دخترش دفاع نمیکنه و مثل یه تماشاچی بغل وای میسه و از دعوا لذت میبره. به یه بار شاشیدن قانع نمیشنن و دوباره میرنن و برمیگردن. این بار توی بطری میشاشن و میریزن روش. اول اینکه خدایی من که پسرم انقدر رفیق پسر ندارم، بعدشم از کی تا حالا ما انقدر بی‌ناموس شدیم. یادمه قبلا پسرا توی جنگ جون میدادن که عزت و ناموسشون حفظ بشه، ولی امروز یه دختر رو جلوی چشم همه خارش میکنن و وای میسن و لذت میبرن. جامعه‌ای که اینو عادی سازی کنه دیگه چیزی از مردونگی و انسانیتش نمیمونه.